با نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو شجاع، سلام بر شما، وقت شما بخیر. وین عالمیان هستم که باز هم در کنار همکارم آقای سید عبدالمصور شجاع قرار گرفته برنامه صدای توانمندی را خدمت شما تقدیم میکنیم. در آغاز برنامه سلام و احترام خدمت همکارم آقای شجاع تقدیم میکنم. سلام بر شما، وقت شما بخیر. تشکر وینا جان. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده و آرزوی ایره دارم هر جای که هستند جور، صحتمند و سرحال بوده، لباس عافیت به تن داشته باشند و باز هم برنامه صدای توانمندی می باشد. ما در خدمت عزیزان قرار داریم تا این برنامه را با مهمانان خود یکجا پیشکش حضورشان نماییم. بله عزیزان، برنامه صدای توانمندی برنامه خاص برای افراد دارای معلولیت بوده که از رادیو شجاع نشر می‌گردد. بله، ما در این برنامه روی موضوعات حقوق و حمایت از افراد دارای معلولیت با متخصصان، دانشمندان، استادان و صاحب نظران گفتگو خواهیم نمود. و همچنان در این برنامه با یکی از افراد دارای معلولیت گفتگو خواهیم داشت و در مورد موفقیت‌ها، توانایی‌ها، خلاقیت‌ها، خدمات و فعالیت‌های ایشان صحبت خواهیم کرد. و امروز هم در بخش نخست برنامه با یکی از جوانان و آموزگاران موفق ولایت جوزجان در مورد نقش جوانان در تغییر دیدگاه‌های جامعه و از بین بردن باورهای نادرست نسبت به افراد دارای معلولیت صحبت خواهیم داشت. پس با هم میریم این بخش برنامه را یک جا میشنویم و در ادامه با همکارم باشید. بله شنوندگان گرامی و دوستداران برنامه صدای توانمندی، ما در بخش نخست این برنامه قرار داریم و در این بخش مهمان من محترم استاد راز محمد رحیمی، جوان موفق و آموزگار توانا در ولایت جوزجان هستند که با ایشان در مورد نقش جوانان در تغییر دیدگاه‌های جامعه و از بین بردن باورهای نادرست نسبت به افراد دارای معلولیت گفتگو خواهیم نمود. و در آغاز سلام تقدیم میکنم خدمت استاد گرامی. سلام بر شما آقای رحیمی، خوش آمدید به برنامه امروز ما. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما آقای شجاع. من هم سلام تقدیم میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو شجاع و علاقمندان خاص برنامه صدای توانمندی. ممنون شما جناب استاد گرامی. استاد محترم، میریم به طرف سوالات. میشه شما نخست به دوستان بگوین که جوانان چگونه میتوانند دیدگاه نادرست جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت را تغییر دهند؟ تشکر از سوالتان و به جواب سوالتان باید گفت که جوانان از تاثیرگذارترین نقشدار جامعه در شکل دهی افکار عمومی و ترویج ارزش‌های مثبت اجتماعی به شمار می‌روند. آنان به دلیل حضور گسترده در خانواده، مراکز آموزشی، محافل اجتماعی و رسانه‌های نوین توانایی آن را دارند که در تغییر دیدگاه‌های نادرست نسبت به افراد دارای معلولیت نقش مهم و سازنده ایفا کنند. یکی از مهمترین نقش‌های جوانان ارائه تصویر واقعی از افراد دارای معلولیت است. جوانان می‌توانند به دیگران نشان دهند که افراد دارای معلولیت نیز همانند سایر شهروندان دارای استعدادها و توانایی‌های گوناگون هستند و می‌توانند در عرصه‌های مختلف زندگی نقش فعال داشته باشند. جوانان همچنین می‌توانند در محیط خانواده، مکتب، دانشگاه و اجتماع درباره توانایی‌ها و ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت صحبت کنند. یکی دیگر از نقش‌های مهم جوانان ایجاد فرصت تعامل میان افراد دارای معلولیت و سایر اعضای جامعه است. هرگاه جوانان افراد دارای معلولیت را در برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی شامل سازند، زمینه شناخت بهتر و کاهش فاصله‌های ذهنی میان مردم فراهم می‌شود. جوانان می‌توانند از رسانه‌های اجتماعی نیز برای معرفی موفقیت‌ها، توانایی‌ها و دستاوردهای افراد دارای معلولیت استفاده کنند. بنابراین جوانان با آگاهی‌دهی، الگوسازی مثبت، ایجاد تعامل اجتماعی، معرفی توانایی‌های افراد دارای معلولیت و مقابله با باورهای نادرست می‌توانند نقش اساسی در تغییر دیدگاه جامعه ایفا کنند و زمینه پذیرش، احترام و مشارکت بیشتر افراد دارای معلولیت را در جامعه فراهم سازند. تشکر، بسیار نکات خوب را اشاره کردین. استاد گرامی، جوانان چگونه می توانند در اصلاح باورهای نادرست نسبت به افراد دارای معلولیت نقش داشته باشند؟
تشکر، سوال خوبی را کردین. باورهای نادرست درباره افراد دارای معلولیت یکی از عوامل مهمی است که میتواند بر زندگی، مشارکت اجتماعی و فرصت‌های پیشرفت آنان تاثیر منفی بگذارد. بسیاری از این باورها ناشی از کمبود آگاهی و شناخت نادرست از توانایی‌ها و ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت است. از همین رو جوانان می توانند نقش مهمی در اصلاح این دیدگاه‌ها و گسترش شناخت درست در جامعه داشته باشند. نخستین گام افزایش آگاهی و معلومات جوانان درباره معلولیت و توانایی‌های افراد دارای معلولیت است. جوانان می توانند در گفتگوهای روزمره، محافل اجتماعی، مراکز آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی باورهای نادرست را با واقعیت‌های علمی جایگزین سازند. آگاهی دهی درست سبب می شود که مردم افراد دارای معلولیت را بر اساس توانایی‌ها و استعدادهایشان ارزیابی کنند، نه بر اساس محدودیت‌های جسمی یا حسی آنان. یکی دیگر از نقش‌های مهم جوانان معرفی نمونه‌های موفق افراد دارای معلولیت است. زمانی که جامعه با دستاوردهای علمی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی این افراد را آشنا شود، بسیاری از تصورات نادرست به تدریج از میان می‌رود. همچنین جوانان باید در برابر تمسخر، تحقیر و سخنان نادرست درباره افراد دارای معلولیت بی‌تفاوت نباشند. واکنش آگاهانه و مسئولانه در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند از گسترش کلیشه‌های منفی جلوگیری کند و فرهنگ احترام را تقویت نماید. از سوی دیگر ایجاد تعامل و همکاری‌های میان جوانان و افراد دارای معلولیت نیز اهمیت فراوان دارد. در مجموع جوانان با افزایش آگاهی، نشر معلومات درست، معرفی توانایی‌های افراد دارای معلولیت، استفاده از رسانه‌ها و مقابله با باورهای نادرست می‌توانند نقش موثری در اصلاح دیدگاه جامعه داشته باشند. این تلاش‌ها سبب می‌شود افراد دارای معلولیت بیشتر مورد احترام قرار گیرند و فرصت‌های بهتری برای حضور و مشارکت در جامعه به دست آورند. جهان سپاس. آقای رحیمی، جوانان چگونه می‌توانند با تبعیض و برخوردهای منفی نسبت به افراد دارای معلولیت مقابله کنند؟ تشکر آقای شجاع. تبعیض و برخوردهای منفی از جمله چالش‌هایی است که بسیاری از افراد دارای معلولیت در زندگی روزمره با آن روبرو می‌شوند. این رفتارها گاهی در محیط خانواده، مراکز آموزشی، محل کار و حتی در اجتماع مشاهده می‌شود و می‌تواند بر اعتماد به نفس، مشارکت اجتماعی و فرصت‌های پیشرفت افراد دارای معلولیت تأثیر منفی بگذارد. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که تبعیض اجتماعی نه تنها مانع رشد و شگفت‌های توانایی‌های افراد دارای معلولیت می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه انزوا، ناامیدی و کاهش مشارکت آنان را نیز فراهم سازد. در این میان جوانان می‌توانند نقش مهمی در مقابله با این پدیده و ترویج فرهنگ احترام و پذیرش اجتماعی داشته باشند. نخستین گام در مقابله با تبعیض شناخت اشکال مختلف آن است. جوانان باید بدانند که تبعیض نه تنها به معنای توهین یا بی‌احترامی آشکار نیست، بلکه محروم ساختن افراد دارای معلولیت از فرصت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی نیز نوع تبعیض محسوب می‌شود. یکی دیگر از مسئولیت‌های مهم جوانان واکنش مناسب در برابر رفتارهای تبعیض‌آمیز است. هرگاه با تمسخر، تحقیر یا برخوردهای نادرست نسبت به افراد دارای معلولیت مواجه شوند، می‌توانند با شیوه محترمانه و آگاهانه از کرامت و جایگاه اجتماعی آنان دفاع کنند. از سوی دیگر جوانان می‌توانند با ایجاد روابط دوستانه و همکاری نزدیک با افراد دارای معلولیت نمونه‌های عملی از احترام، برابری و همزیستی مثبت را به نمایش بگذارند. چون این رفتارهای تأثیر عمیقی بر نگرش سایر اعضای جامعه دارد و می‌تواند الگوی مناسب برای دیگران باشد. همچنین استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای ترویج پیام‌های مثبت و مقابله با کلیشه‌های منفی یکی دیگر از راه‌های مؤثر مبارزه با تبعیض است. جوانان می‌توانند از این ابزار برای معرفی توانایی‌ها، دستاوردها و نقش سازنده افراد دارای معلولیت در جامعه استفاده کنند. در مجموع جوانان با افزایش آگاهی، دفاع از رفتارهای عادلانه، مقابله با تبعیض، ترویج احترام متقابل و حمایت از حضور برابر افراد دارای معلولیت در جامعه می‌توانند نقش مهمی در کاهش برخوردهای منفی ایفا نمایند. این تلاش‌ها زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای فراگیرتر، عادلانه‌تر و پذیراتر را فراهم بسازد. جامعه‌ای که در آن افراد دارای معلولیت با احترام، عزت و فرصت‌های برابر زندگی کنند. بسیار ممنون از پاسخ ارزشمندتان آقای رحیمی. از نظر شما جوانان چگونه می‌توانند از رسانه‌ها و از شبکه‌های اجتماعی برای تغییر دیدگاه جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت استفاده کنند؟ خیلی ها ممنون. سوال خوبی بود.
امروزه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از تاثیرگذارترین ابزارهای ارتباطی در جهان به شمار می‌رود و نقش مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی دارند. بسیاری از دیدگاه‌ها، باورها و نگرش‌های مردم از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی شکل می‌گیرد یا تغییر می‌کند. به همین دلیل جوانانی که بیشترین حضور و فعالیت را در این فضاها دارند، می‌توانند از این ظرفیت برای بهبود نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت استفاده کنند. یکی از مهمترین نقش‌های جوانان در این زمینه نشر معلومات درست و علمی درباره معلولیت است. بسیاری از برداشت‌های نادرست در نتیجه کمبود آگاهی به وجود می‌آید. زمانی که جوانان اطلاع صحیح و قابل اعتماد را از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند، زمینه شناخت بهتر افراد دارای معلولیت در جامعه فراهم می‌شود. جوانان می‌توانند موفقیت‌ها و دستاوردهای افراد دارای معلولیت را نیز به معرفی بگیرند. معرفی دانشجویان، معلمان، ورزشکاران، هنرمندان، کارآفرینان و سایر افراد موفق دارای معلولیت می تواند دیدگاه جامعه را تغییر دهد و نشان دهد که معلولیت مانع پیشرفت و موفقیت نیست. همچنین جوانان می توانند از رسانه‌ها برای مبارزه با کلیشه‌ها و باورهای نادرست استفاده نمایند. هرگاه مطالب نادرست یا تحقیرآمیز درباره افراد دارای معلولیت منتشر شود، جوانان می توانند با نشر معلومات علمی و پیام‌های آگاهی دهنده به اصلاح آن بپردازند. این اقدام در دراز مدت به کاهش نگرش‌های منفی در جامعه کمک می‌کند. از سوی دیگر شبکه‌های اجتماعی فرصت مناسبی را برای شنیده شدن صدای افراد دارای معلولیت فراهم می‌سازد. جوانان می توانند زمینه ایجاد کنند تا افراد دارای معلولیت تجربیات، دیدگاه‌ها و موفقیت‌های خود را با دیگران شریک سازند. این کار به افزایش شناخت جامعه و تقویت ارتباط میان افراد دارای معلولیت و سایر شهروندان کمک می‌کند. در مجموع جوانان با استفاده آگاهانه از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در اصلاح نگرش‌ها، کاهش باورهای نادرست و افزایش آگاهی عمومی نسبت به افراد دارای معلولیت داشته باشند. بهره‌گیری درست از این ابزارها می‌تواند به ایجاد جامعه آگاه‌تر، پذیراتر و حامی‌تر برای افراد دارای معلولیت منجر شود و زمینه مشارکت گسترده‌تر آنان را در زندگی اجتماعی فراهم سازد. بسیار تشکر آقای رحیمی. جوانان چگونه می توانند الگوهای مثبت برخورد با افراد دارای معلولیت را در جامعه ترویج کنند؟ تشکر از سوال خوب شما آقای شجاع. رفتار و عملکرد افراد در جامعه نقش مهمی در شکلگیری نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی دارد. بسیاری از مردم شیوه برخورد با دیگران را از محیط خانواده، دوستان، مراکز آموزشی و افراد تاثیرگذار جامعه می‌آموزند. از همین رو جوانان می‌توانند با ارائه الگوهای مثبت رفتاری نقش مهمی در بهبود نحو برخورد جامعه با افراد دارای معلولیت ایفا کنند. یکی از مهمترین راه‌های الگوسازی رفتار محترمانه و برابر با افراد دارای معلولیت است. جوانان می‌توانند در تعاملات روزمره نشان دهند که افراد دارای معلولیت نیز همانند سایر شهروندان شایسته احترام، توجه و برخورد عادلانه هستند. جوانان همچنان می توانند در فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی افراد دارای معلولیت را به صورت فعال شامل سازند و از مشارکت آنان حمایت کنند. این اقدام به دیگران نشان می‌دهد که افراد دارای معلولیت بخش طبیعی و ارزشمند از جامعه هستند و باید فرصت حضور و سهمگیری در فعالیت‌های مختلف را داشته باشند. یکی دیگر از نقش‌های مهم جوانان ترویج فرهنگ، استفاده از واژه‌ها و ادبیات محترمانه در مورد افراد دارای معلولیت است. جوانان همچنین می‌توانند نمونه راه موفق، همکاری و دوستی با افراد دارای معلولیت را در جامعه برجسته سازند. زمانی که مردم روابط مثبت و سازنده میان افراد دارای معلولیت و سایر شهروندان را مشاهده کنند، نگرش آنان نسبت به این قشر نیز مثبت‌تر خواهد شد. از سوی دیگر جوانان می توانند در محیط‌های آموزشی و اجتماعی رفتارهای مسئولانه در برابر تبعیض و بی احترامی را به نمایش بگذارند. دفاع از احترام و کرامت افراد دارای معلولیت در عمل یکی از موثرترین شیوه‌های الگوسازی برای سایر اعضای جامعه است. در مجموع جوانان با رفتارهای مسئولانه، برخورد محترمانه، ترویج ادبیات مناسب، حمایت از مشارکت افراد دارای معلولیت و معرفی نمونه‌های مثبت همکاری و همزیستی می توانند الگوهای سازنده ای را در جامعه گسترش دهند. چون این الگوهای نه تنها به بهبود نگرش مردم کمک می‌کند، بلکه زمینه ایجاد جامعه فراگیر، همدل و پذیرنده را نیز فراهم می‌سازد. جامعه‌ای که در آن افراد دارای معلولیت
با عزت، احترام و فرصت‌های برابر زندگی کنند. بله، سپاس فراوان از تشریف آوری شما جناب محترم استاد راز محمد رحیمی، جوان فعال و آموزگار موفق در ولایت جوزجان، از اینکه با اشتراک ارزشمندتان در برنامه صدای توانمندی افتخار بخشیدین. سلامت باشید آقای شجاع. بازم تشکر از دعوتتان در برنامه صدای توانمندی و آرزو میکنم شنونده های عزیز رادیو شجاع صدای بنده را شنیده خسته نشده باشد. شما شنونده بخش اول برنامه صدای توانمندی از رادیو شجاع بودید که همکارم خدمت شما تقدیم نمود. امید از نکات این بخش آموخته باشید. و اینک در بخش دوم برنامه صدای توانمندی رسیدیم که در این بخش باز هم با یک دختر خانم دارای معلولیت معرفی خواهید شد که با وجود معلولیت بینایی، نویسنده، دیپلماتور و فعلا استاد به لیسه تعلیمات خاص ولایت جوزجان هستند. اینکه کی هستند؟ ادامه این بخش را با همکارم وینا جان دنبال نمایید. خب دوستان نهایت عزیز، به بخش دوم یا معرفی استعدادهای برنامه صدای توانمندی قرار داریم. مهمان من عاطفه برین هستند، یک آموزگار توانا، نویسنده و مدافع حقوق افراد دارای معلولیت می باشند که خود نیز یک دختر خانم معلول هستند. در نخست به بانو عاطفه سلام تقدیم میکنم و خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. سپاس از شما. من سلام های احترامات خود تقدیم شما و شنونده های عزیز رادیو شجاع میکنم و همچنان به علاقمندان برنامه صدای توانمندی. امیدوار هستم که همتون صحتمند بوده و از گزند روزگار در امان الهی باشند. ممنونتان. خب بانو عاطفه، عده‌ای از هموطنان شما را میشناسند، میشه برای شنوندگان ما بیشتر معرفی کنیم با زبان خودتان که عاطفه برین کی هست؟ اسم من عاطفه برین است، فرزند امیر محمد. بر فعلا در قریه عربخانه زندگی میکنم و همچنان زادگاه ما شهر شبرغان ولایت جوزجان است. بسیار عالی. خب بانو برین، میشه در مورد درجه تحصیلتان بگین که تا چی اندازه تحصیل کردین؟ من خودم فعلا لیسانس هستم. 12 سال دوره تعلیمی را به اتمام رساندم. به مکتب جناب عبدالحکیم قهرمان. 4 سالم به مؤسسه امیر علی شیر نووی بخش ادبیات دری را خواندم. فعلا لیسانس هستم. خب بانو برین، میشه در مورد کارکردهایتان بیشتر بگین که در بخش معلولیت و افراد دارای معلولیت چی کارکردهایی را انجام دادین؟ کارکردهای من ای بود که من خودم خط بریل آموختم و خواستم که به بقیه افراد نابینایان در آینده خط بریل آموزش بدم. من حیث یک استاد که 6 سال به کمیته سویدن من حیث استاد به افراد نابینایان تدریس کردم خط بریل. بعدش هم 1 سال با کمیته نروژ همین وظیفه خود اجرا کردم، خط بریل آموزش دادم و فعلا هم به صفت استاد به انستیتوت تعلیمات خاص من حیث استاد به افراد معلولین و نابینایان تدریس میکنم. بسیار عالی. خب بانو برین، نقش خانواده و اطرافیانتان در این موفقیت هایی که امروز دارین چگونه بوده؟ نقششان خیلی عالی بود، بیشتر بود چون فامیل مرا تشویق کردن، حمایت کردن در عرصه تدریسم، در عرصه تحصیلم که من تا این درجه رسیدم. مرا همیشه گفتن که بیاموز، بخوان، هیچگاه در کنج خانه نشین، ناامید نشو، هر دردی که هست از طرف خداوند است. مثل تو هزاران اشخاص هستن که همچون معلولیت دارن، اونها مبارزه میکنن در جامعه هستن، بهترین مقام و موقفای دارن. تو هم بلند شو، استعداد نشان بده، ما حمایت میکنیم، تشویقت میکنیم. همو استعداد و همو تشویق های امونا بودن که من در این درجه رسیدم. بسیار عالی. خب بانو برین، آیا در طول مسیر زندگیتان با تبعیض یا کدام برخورد نادرست روبرو شدین شخصا؟ بله طبعا. خب معلولین با تبعیض و با تحقیر و توهین روبرو مقابل میشن در جامعه، چون در جامعه هر قسم انسانایی را ما میبینیم، با ایشان زندگی میکنیم. انسانهای منفی فکر و منفی اندیش هم هستن، انسانهای مثبت فکر هم هستن که بعضیشان در افراد معلول احترام نشان میدن، ارزش میدن. بعضیشان فکر میکنن که اینها نمیتونه وظیفه داشته باشن، فعالیت داشته باشن و همچنان در جامعه مثل بقیه افراد فعالیت داشته باشن یا هم استعداد داشته باشن که باید
باید ما در نظر بگیریم که نیست متاسفانه. خب بنابراین چی چیز باعث شد با وجود مشکلات که شما روبرو شدین باز هم تلاش کنین و ادامه بدین به کارکردهایتان؟ خب چیزی که بیشتر برای من انرژی داد، انرژی مثبت داد که من باید بلند شم در جامعه استعداد خود، توانایی خود نشان بدم. امی کم مهری افراد جامعه بود در برابر معلولین که دیده نمیشد، ارزش داده نمیشد. من خواستم که بلند شم استعداد خود نشان بدم، الگو شم به هم نواهای خود که اونا بتانن مثل من، مثل بقیه افراد معلول که موفق هستن، مبارز هستن، کار کنن، وظیفه اجرا کنن، فعالیت داشته باشن، سهم داشته باشن، تا اینکه زیر بار حرفای منفی بقیه افراد نباشن. بسیار خوب. خب بنابراین نقش اعتماد به نفس در موفقیت شما چقدر مهم بوده؟ اعتماد به نفس نقش مهمی داره، بالخصوص در زندگی معلولین و کسایی که متضرر هستن. اعتماد به نفس قوی باید داشته باشن، بگن که ما میتونیم، ما استعداد داریم، لیاقت داریم، ظرفیت داریم، هنر داریم، میتونیم حرفه بیاموزیم، میتونیم کار کنیم، میتونیم وظیفه اجرا کنیم. مثل وظیفه خبرنگاری باشه، گویندگی باشه، استادی باشه، کار تجارت باشه، هر کاری که بتونن افراد معلولین اگه تشویق شوه، حمایت شوه، واقعا که میتونن در جامعه. بسیار خوب. چی کسی یا چی چیز بیشتر از همه در موفقیتتان الهام بخش بوده و برای شما انگیزه داده؟ خب الهام بخش و الگوبردار ما بعض دوستهای معلول و توانمند ما بود که ما وقت اونها را دیدم، مشاهده کردم که اونها خیلی پیشرفت دارن، خیلی استعداد بلند دارن. باید ما هم از اونا انرژی بگیرم، انگیزه بگیرم. من میتوانم، ما هم همچون مشکل را دارم وقتی اونا توانستن که اینقدر موفق باشن. پس من باید تلاش کنم، حرکت کنم که به مسیر اونها قدم بگذارم، به موقف اونها برسم. خب بنابراین شما یک دختر خانمی هستین که دارای معلولیت بینایی میباشین ولی فوق العاده توانایی دارین و یک آموزگار فوق العاده هستین، ولی عده از افراد دارای معلولیت هستن که در خانه شیشتن، بالای توانایی خود کار نمیکنن، بالای خود کار نمیکنه که من چی توانایی دارم، چی کار را باید انجام بدم. شما خودتان یک الگو میتونین باشین. صحبتتان با اون گونه افراد چی هست؟ قربان شما، صحبت من، نظر من به وی اشخاص که در کنج خانه ناامید نشستن همین است که خودشان برخیزن، تلاش بکنن، کوشش بکنن، جستجو بکنن، خود به جامعه نشان بدن، مثل افراد سالم که میتونن هر فعالیت را داشته باشن. ما معلولین را داریم که واقعا موفق هستند در جامعه، از موقف‌های مختلف برخوردار هستند، مقام دارن، مثل که خبرنگار میتونن باشن، دکتر، انجینیر، تاجر، رئیس، مدیر، هر وظیفه‌ای که بخواین اگر تلاش کنن، اگر استعدادشان رشد بدن، اگر از کنج خانه براین، از منزوی بودن براین، میتونن به همین مقامای برسن و موفقیت کسب کنن، دانش کسب کنن. هیچگاه محتاج و احتاج بقیه افراد نمیشن، همیشه سرپای خود بیستن، منتظر نمانن که یکی دیگه آمده ازشان بگیرن و اونا را به یک جای معرفی کنن. خودشان باید تلاش و جستجو داشته باشن. قسمی که من خودم با وجود از اینکه نابینا هستم، نمیبینم، از نعمت بینایی یا دید محروم هستم. 8 سال است که در جامعه من حیث یک استاد، به صفت یک استاد، چقدر شاگردان ما تدریس کردیم، در جامعه تقدیم کردیم، 12 پاس شدن، فعلا هم در حال آموختن هستن. هر کدامشان وظیفه دارن، تلاش کردن، برشان امید دادیم، انگیزه دادیم که باید خودشان برخیزن، خودشان تشویقگر باشن، هیچگاه نگوین که ما معلول هستیم نمیتونیم. اولتر از همه کسی که میخواد بر خود توانایی بده و خود رشد بده و استعدادشان ارتقا بده خود معلول است. خودشان میتونن خود به یک موقف برسونن. بسیار خوب. بنابراین به نظر شما یک فرد دارای معلولیت بیشتر به همدردی نیاز داره یا به فرصت دادن برش؟ خب به همدردی هم نیاز داره، به فرصت دادنم. به همدردی قسم نیاز داره که معلول باید همدردی صورت بگیره تا بتونن که همو از ناامیدی خود بکشن. همدردی داشته باشن، همون درد دل خود، غم درون خود بیرون بیارن، بیان کنن، آزاد راحت برشان ازشان سوال شوه، با ملایمت ازشان سوال شوه تا اینکه بتونن اونا همون درد دل خود خالی بکنن، بیرون بکنن. بعدشان برش فرصت داده شوه که باید اینها صدای شنوا داشته باشن، حرفشان چشم بینا داشته باشن، باید دیده شوه، شنیده شوه که اینها دردی دارن، باید ما بشنویم، تشویق
تشویقشان کنیم، برایشان روحیه بدیم که در جامعه بیشتر و بیشتر فعالیت داشته باشن، سهم داشته باشن. بسیار خوب. خب بانو برین، به نظر شما جامعه چطور میتونه از افراد دارای معلولیت حمایت بکنه؟ جامعه میتونن از افراد دارای معلولیت حمایت بکنه، یعنی برایشان تشویق صورت بگیره، سهم داده شود که اینها معلول گفته عقب زده نشه، توهین نشه، باید دستشان بگیرن، برایشان سهم بده، در هر جایی که باشه، در هر امور زندگی که باشه، برایشان ارزش و احترام و اهمیت داده شود تا اینکه اینا روحاً، قلباً، جسماً تقویت شون، انرژی بگیرن، خودشان سرپای خود بیستن، حرکت کنن و حس ناامیدی و حس گوشه‌نشینی را بر خود نتن. بسیار عالی. خب بانو برین، آیا شما تا امروز به هدف‌هایی که داشتین رسیدین، به آرزوهایی که داشتین رسیدین و در آینده چی آرزو دارین؟ نسبتاً رسیدیم ولی نسبتاً نرسیدیم. خب من میخواستم که در آینده یک شخص باشم که یک مقام داشته باشم، یک الگوی بهتر باشم به افراد دارای معلولیت بینایی که اونها هم بتوانند از من الگو بردار باشن که با وجود از این که مشکل بینایی داشتن، نابینا بودن، به این مقام رسیدن، به مقام استادی تحصیل کردن، سختی ها را بر دوش کشیدن، اونها از من الگو بردار باشن، انرژی بگیرن. این هدف من بود که یک روز استاد شوم، شاگرد تربیت کنم، شاگردای من مثل خودم توانمند باشن، آگاه باشن و همچنان بتانن تا بقیه هم نواهای خود تشویق کنن، از گوشه‌نشینی بیرون بکنن، در اجتماع بیارن، ادامه تحصیل بدن و همچنان روز صاحب وظیفه شو و سر پای خود بیستن، محتاج دست بقیه نباشن. بسیار عالی. بانو برین، پیام آخرتان برای عموم و مردم، به ویژه برای دولت، نهادها و کارفرمایان چیست؟ پیام ما به دولت، به نهادها و به کارفرمایان محترم همین است که به افراد دارای معلولیت زمینی کار مساعد بکنن، برایشان وظیفه بدن، حرفه بدن تا اینها از این طریق بتانن امو استعدادهای خود، توانمندی های خود که دارن ارتقا بدن، رشد بدن و بتوانن مثل بقیه افراد وظیفه اجرا کنن و همچنان مقام‌ها و موقف‌های داشته باشن. دولت و نهادهای غیر دولتی حمایتشان کنه، تشویقشان بکنه که اینها بتانن بیشتر رشد کنن و در موقف‌ها و مقام‌های برسن که دستشان به دیگران یعنی دراز نباشه، خودکفا باشن و خوددفاع باشن. یعنی معلولین ما از کسی خیرات نمیخواه، فقط وظیفه میخواه، کار بتن، با صداقت کار میکنن، با وجدان پاک کار میکنن، امتحان کنن، آزمایش بکنن. معلولین هیچ وقت ریاکار نیست، فاسد نیست، صادقانه کار میکنن، همیشه راستگوی هستن، چون که در قلب اونا خداوند یک امید، یک صداقت را نهفته که اونها بتانن با کارشان، در مقابل کارشان، در مقابل وظیفهشان صادق باشن، با صداقت کار بکنن و به موفقیت خوبی برسن، یک نام نشانی از خود نیک برجا بگذارن. بانو عاطفه برین، آموزگار، نویسنده و مدافع حقوق افراد دارای معلولیت، تشکر از حضورتان به برنامه امروز ما. تشکر ویژه از برنامه زیبا شما، از شما و همچنان از شنونده های عزیز که صدای توانمندی ما را شنیدن. تشکر از برنامه زیبایتان. خوب شایقین برنامه صدای توانمندی، شما بخش دوم این برنامه را از رادیوی شجاع میشنیدید که با شنیدن این بخش به پایانی برنامه نیز رسیدیم. ناگزیر از حضورتان مرخص شویم. این بود داشته های برنامه امروز ما که ما و همکارم خدمت شما تقدیم نمودیم. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند متعال می سپاریم. الله حافظ و نگهدار شما.